همین دخترمون رو بیامد. به به ماشاءالله. میگم نومدی نکن دیگه، بیا من بستونم به تو متاری هم میخرم. بیا دیگه نرو. میگو دختر ما نرود بیا من بستو گردن و من به تو متاری هم میخرم، هر چی میخرم. بیا خدا تو رو بگیره بخیر. چه کار دختر؟ چی حاله؟ اشته مردم میگم به خدا بابا. چه کار شده؟ همین بچگاه خود تو بشی برو گیلک. چه کار کرده؟ چیزا میگم امی کجیره میگم. خب چه کار کرده کجی؟ کجیر به سر خجالتم خوب چیزه، شرمم خوب چیزه. قد ترسه که قواریسته که به من میگه که من نمیستونی، من نمی. همین تو میگه؟ کدو کجی؟ همین برو گیلک دیگه. برو گیلک؟ و تو همین تو کو؟ همون خورتکک همون یه گوجه بی. یه قد ترسه که به من میگه تو من نمیستونی، تو من نمی. ای چی حاله؟ ای چی روزه؟ نه اینو دیوانه شدم. اینو چی رقم مردم اینو؟ به خدا نه شرم نه حیای بچه ها به تک کوچه استاد مردم استاد به من میگه من نمیستونی. حالا من برم درس رانو خود اینو گپ میزنم. اینو به خول ابراهیم کنم. جنجال نکنیم، حالت به مقبولی گپ زنیم. بگیم من جلوی بچه خبر کردم. به خود گیلک بگیم جلوی برو خبر کردم. جلوی تو میگیرن که من نیستونی. کار خوبیه. با گیلک بگیم جلوی برو خبر کردم که پا نزنم سر کوچه به مردم. چی حالا اشته مردمی هم به خدا. آدم از این کوچه هم بدر نشه که مردم آدم گپ میزنن. ابا سلام کن موجود. سلام. شتیم بخیر سلامت. شکر زنده. بله. همسایه‌داری تو هم داده گفتم پیار خوبا گردم. چه خدا نکنه. ای برو تو خجالت نمیکشی امروز جلوی دختر مشخ داده که بیا که من بستون اگه مچون موتر میخرم مچون چه کارک میکنی. کدو برار می. همین یه گوجه بیاک شما. کجی. جلو رو دختر شما. خجالت نمیکشی شما. تو با کی ما به شما همسایه‌داری چیه ماما؟ صبر کن. از صبح تا شما سر زمینایم. ای هم کنید برات و بیکار بیا بیکار برو. اونم تا سر خب بالا تربیت جو میزنه. با قرآن بگیر بیا بدون خفا میکنم. کی ماما؟ همین کجیره. کجیر. چرا کجیر چیکار کرده؟ امروز بیا حساب جلوی دخترم چاخت بیا مر بوستو که تو موتر میخرم چون تو چه حالی که فلان میگه. یا کجا خط تزینه. برو سر برو. شهر خودم سایداری خمیر هم سایداری تیر میکنی شما. خیر اینا چی خیره و چی کار کنم؟ از این دو نفر پیار من خیر ندیدم. تو تا جایی که بری برای خود بده تو قصد کردی. مسخره کردین خود. یجی کاکا خیره شما دق چه خیره یعنی چه کار کنم؟ از این دو نفر پیار من خیر ندیدم بابا کاکا. خیر نبینم به خیر خوشی. ماما تو چپ کو عباس. چه کاره؟ ماما تو پس که عباس که ما کدی نگاب زنم. بیا. شما ماما نوروز از صبح میجستاشون کته. خوانه این تکه داده خویان چی خدمت کنم به شما؟ ماما نوروز او هم جوانه. ما فهمیدیم زن مایال او اشتباه کرده، بد کرده، غلط کرده که به شما به دختر شما گفته که من طور مایم موتر او خره یاد نداره ای کنه او موتر میخره. خب وقتی که خودت میگی من یعنی چی خدمت کنم بریو؟ کاکا این حقی که بیا جلوی دخترا مردم چاخته. کاکا نه خدا نکنه. تا جایی که اون نصیحت کنی تو ایران پرورش هم میدی؟ کاکا فور ببخشید دفعه دیگه که بیان تام یک جو بزنه که دیگه رنگ نبینه. اگون گیر کدومیه؟ این تو بخ کاکوتا که رو خفا میکنه دیگه میتیر به شما اصلا تو شما سر زمینایا میتیر اگر ارزش شمار نداره. گیلک میتیر اگر نکنه فهمید چینی. هیچ کار کردن نمیتونه. معلوم میشه. برو کاکا. حالا وقتی که دختره و تک گفتم اگر خفا نکردم بالیا میتیر شما رای نکردم بالیا ما مسئول زنیت ببخشید کاکا. ابر سال ما برات کنم جوونه بلند زن مایه. کم کو کاکا برات کن خرو نه مسخره شیطون. کاکا چای میخواد. تا جا که چای شما دراخ بزنی چای نصیحت بکنی این پرورش هم میدی؟ برای پدری میدی رو جمع بکنه. نمیفهمن اجی کاکا اینا نمیفهمن. با گپ مفتم بزنه. خیلی گفتم مگه میتی و تو رای نکردم منی. شما عاشق نبودیم. عاشق بودم تو جلوی زنکا مردم چرخ میدم دخترها مردم چرخ میدادم. ببخشید اجی کاکا بری ببخشید. عاشق بودم
خیلی ببخشید دن از این وا نکنین کاکا یا میتونه برای دادان گپ میزنه بیلا آخه بچه جان تو ازم پیش خود میگی گپ نجا راست میگه همین کار خوبیه که اونجا شیشتا میشه خودی اگه جبغت تو به دخترها اون سر گپ ده بری به طلاق بگه خود زن مایه و تو که میگم با بابا بگو که زن زن مایه مایه به خصوصی به چه به دختر مرده که طلاق میگه ما طلاق گفته بیا با تو موتر میکنه طرف سعی داره چوب کن ها غیر خنده که نصیحت کنه برو شیر مادر تو جلجله واکو شیر مادر تو جلجله یاره بابا اشته جورت کنه به دختر ماما نوروز گفتی بیا با تو موتر بخرم بابا تو خریات داری سوارشی از اونجا بیان یک دقیقه پروگونه بگیر تکار گپ میزنی سلام علیکم باشه من بشینم هم قد توشم خوبه میگم تو شرم حیا داری یا نه؟ اشتر ندارم اشته شرم حیا داری؟ چه کار شده؟ چرا دلای دخترا مردم میگیری؟ کی گفته؟ کی گفته؟ آه یک گوجه بیه هنوز زبون درازی هم داری؟ چه کار با شده؟ طور به تعمی جو لغت میکنم تو اشته جرات کدی جلو خوار میگیری که طور مایم کاکا من نگفتم تو خجالت کش خود قد تو خدا از این بالاتر نکنه من نگفتم من نگفتم تیشا خودت نمیته نکن که میته طور به دیوال میچسبونم خجالت نمیکشه امور هم قد تو فکر کن همین طور بستون تو رو مالی به تا کیسی خود جا میده من نگفتم اگه تو میایی بیا به خسرونی بیا چرا به تا کوچه جلوی میگیری من نگفتم نگفتی نه این دفعه هم بخشش توه دیگه تو از این کارا از تو نبینم بده تیز خجالت نمیکشه مرسا باله بسته کن تو باده بسته کن